السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم علیه السلام با همسرش ساره علیه السلام به فلسطین سفر کردند و در آنجا چند سال زندگی کردند که پسر عمکش لوط علیه السلام هم به فلسطین سفر کرد. الله متعال به لوط امر کرد که به منطقه سدوم برود و مردم آن منطقه را دعوت کند. اهل سدوم بسیار گناهکار بودند. هیچ گناهی نمانده بود که آنها نکرده باشند. ابراهیم علیه السلام باشد در فلسطین هم دعوت میکرد و هم تجارت میکرد. وقتی عمر ابراهیم علیه السلام تقریبا 85 شد و فرزنددار نشد، همسرش گفت ما تا حال فرزنددار نشدیم، من فرزند میخواهم. پس ساره علیه السلام هاجر را به شوهرش هدیه کرد، یعنی به ابراهیم علیه السلام هدیه کرد، برای اینکه هاجر خدمتکار ساره بود. و ابراهیم علیه السلام هم ازدواج کرد با هاجر و فرزنددار شدند. فرزند آنها اسماعیل علیه السلام. اکنون ساره علیه السلام رشک میکرد، یعنی ابراهیم و هاجر علیه السلام را یک جا میدید رشک میکرد، هرچندی که خود ساره علیه السلام هاجر را هدیه کرده بود به ابراهیم علیه السلام. هاجر علیه السلام وقتی که به نزد ابراهیم علیه السلام می آمد لباسی دراز می پوشید و راه می گشت تا اینکه نشانه های پایش را لباسش پاک کند و ساره نفهمد که یعنی او به نزد ابراهیم علیه السلام آمده بود. بعد از سالها به ابراهیم علیه السلام امر شد که با همسرش هاجر یعنی با مادر اسماعیل به مکه سفر کنند. مکه یک جای خشکزار بود، آب نداشت، درخت نداشت، یک جایی که قمزار بود، بیابان بود، هیچ کسی زندگی نمیکرد در آنجا. ابراهیم علیه السلام هاجر و اسماعیل علیه السلام را در منطقه‌ای که اکنون کعبه است در همان منطقه گذاشت و برگشت. هاجر علیه السلام در تعجب ماند، این چی شد؟ یعنی ما را در یک جای خشکزار گذاشته است و سخن نکرد و یعنی حرکت کرد رفت. هاجر علیه السلام از پشت ابراهیم علیه السلام دوید و گفت ما را در اینجا گذاشتی، کجا می روی؟ ابراهیم علیه السلام جواب نداد. باز از پشتش رفت، باز چند مرتبه پرسید ولی ابراهیم علیه السلام جواب نمیداد. بالاخره هاجر علیه السلام گفت آیا تو را پروردگارت امر کرده است که ما را در اینجا بگذاری؟ ابراهیم علیه السلام گفت بله. و یک ایمان کامل هاجر علیه السلام گفت اگر این طور باشد الله ما را تنها نمیگذارد و به نزد پسرش اسماعیل برگشت. ابراهیم علیه السلام به فلسطین رفت. اکنون هاجر و اسماعیل علیه السلام در یک خیمه زندگی میکردند. روز تا روز آنچه از آب و خوراکی داشتند تمام شد. فرزندش اسماعیل گرسنه شد، گریه کرد. هاجر علیه السلام در دو تا کوه بود، در یک کوه میبرآمد نگاه میکرد، یگان شخصی را میبیند یا اینکه یگان قافله گذر میکند، از اون کوه میفرآمد به کوه دیگر میبرآمد. همین منطقه همون کوهی که هاجر علیه السلام میفرآمد اکنون صفا و مروه هست. حاجیان 7 مرتبه یعنی در همون منطقه میروند و میآیند. هاجر علیه السلام به نزد اسماعیل علیه السلام برگشت. در راه آوازی را شنید، به خود گفت خاموشی است، خاموشی است. خود را یعنی تسلی میداد. وقتی به نزد اسماعیل علیه السلام رسید دید که آبی در تگ پایش میبراید.
یعنی جبرائیل علیه السلام آمده بود و به طرف پرش زمین را زده بود و همین آب برآمد. وقتی که هاجر علیه السلام یعنی در جستجوی خوراک یا که در جستجوی آب بود، همون وقت جبرائیل علیه السلام آمده بود. هاجر علیه السلام با خاک و با یعنی ریک اطراف آب را بند کرد و گفت زمزم، یعنی جمع شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند الله رحمت کند مادر اسماعیل را، اگر نمی گفت زمزم این چشمه دریا می شد و به هر طرف حرکت می کرد. هاجر علیه السلام و اسماعیل علیه السلام از همین آب می نوشیدند. خوراکشان تمام شده بود. در همین وقت قبیله هایی که در یمن بودند از کمبودی آب به هر طرف هجرت میکردند، به هر طرف زمین هجرت میکردند و برای خود جای مناسبی برای زندگی میجستند. قبیله جرهم به طرف مکه هجرت کردند و در جستجوی زمینی بودند که آب داشته باشد. وقتی به منطقه مکه رسیدند، از دوری دیدند که پرنده ها در جای پرنده ها جمع می شوند. یک نفر را روان کردند. آمد دید که آب است و به قبیله جرهم گفت در منطقه مکه در همونجا آب است و یک زن با پسرش زندگی می کند. قبیله جرهم هم به نزد آب آمدن، دیدن هاجر و اسماعیل علیه السلام است. از آنها اجازت پرسیدند، از هاجر علیه السلام اجازت پرسیدند که ما می توانیم در نزدیکی تو خیمه بزنیم و در اینجا زندگی کنیم. هاجر علیه السلام راضی شد و گفت بله، ولی در عوضی که شما از آب زمزم استفاده میبرید برای من معاش میدهید. قبیله جرهم هم راضی شدند و خیمه های خود را زدند. قبیله جرهم عرب های اصلی بودند. اسماعیل علیه السلام عرب نبود و در بین اهل همین قبیله زندگی میکرد و عربی را خوب آموخت و از قبیله جرهم هم ازدواج کرد. ابراهیم علیه السلام باشد هر سال به نزد اهلش می آمد و باز به فلسطین برمیگشت. باره به مکه آمد، خواب رفت، در خواب دید که اسماعیل را ذبح میکند. امر می شود که او باید اسماعیل را ذبح کند. ابراهیم علیه السلام از خواب خیست و می دانست که خواب پیغمبران حق هست. هیچ شکی نکرد و با پسرش به اسماعیل علیه السلام گفت من خواب دیدم که تو را ذبح میکنم. یعنی اسماعیل علیه السلام جوانی برومند شده بود. اسماعیل علیه السلام گفت ای پدر جان، آنچه به تو امر شده است انجام بده، من را از جمله صبر کنندگان میابی. اسماعیل علیه السلام با پدرش به منطقه رفتند تا اینکه امر الهی را انجام بدهند. اسماعیل علیه السلام به ابراهیم علیه السلام گفت ای پدر جان، وقتی من را میخواهی ذبح بکنی روی من را به سوی زمین بگذار تا که در دلت رحم نآید و مخالف امر خدا شوی. ابراهیم علیه السلام هم روی اسماعیل را به زمین گذاشت و کارد را گرفت و در گردن اسماعیل علیه السلام گذاشت و خواست ببرد، ولی کارد نبرید. بار دیگر کوشش کرد، چند مرتبه کوشش کرد ولی کارد گردن اسماعیل علیه السلام را نبرید. پس آوازی را شنید ای ابراهیم، امر ما را بجا آوردی و در این امتحان بزرگ پیروز شدی. وقتی این آواز را شنید به پشت نگاه کرد، جبرائیل علیه السلام با گوسفند از جنت آمده است. ابن عباس رضی الله عنه میگوید گوسفند در جنت چریده بود. گوسفندی سفید شاخهای کلان داشت. گوسفند را قربانی کرد ابراهیم علیه السلام و همین یعنی عید قربان از ابراهیم علیه السلام به ما سنت مانده است که همه مسلمانان روز عید قربان قربانی میکنند.
بعد از این امر الهی ابراهیم علیه السلام به فلسطین برگشت به نزد همسرش ساره علیه السلام. در آن وقت عمر ابراهیم علیه السلام 120 بود و عمر همسرش ساره 90 بود. روزی از روزها به نزد ابراهیم علیه السلام 3 ملائک آمدند: جبرائیل، میکائیل و ملک الموت علیهم السلام اجمعین. این ملائکه ها به صورت های انسان آمدند و ابراهیم علیه السلام آنها را نشناخت. خب آنها را دید، در تعجب ماند که در شکل و صورت آنها یعنی هیچ اثری سفر نبود، یعنی آنها به مسافر مانند نبودند و همچنان از اهل فلسطین نبودند. ابراهیم علیه السلام گفت شما را نشناختم و آنها را به خانه خود دعوت کرد. ابراهیم علیه السلام مهمان دوستار بود. یک گوساله را ذبح کرد برای آنها. وقتی خوراک تیار شد برای آنها آورد و گفت بفرمایید، ولی ملائک نخوردند، ملائک نمیخورند. ابراهیم علیه السلام ترسید، فهمید که اینها ملائک هستند و برای کاری آمدند. ملائکه ها گفتند نترس ای ابراهیم، ما را الله متعال به سوی قوم لوط فرستاده است. و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه إن إبراهیم لأواه حلیم. ملائکه ها گفتند آیا تو از امر الله تعجب میکنی؟ رحمت خدا و برکاتش بر شماست ای اهل ابراهیم. و ملائک به سوی قوم لوط رفتند. بعد از چند ابراهیم علیه السلام هم به مکه سفر کرد. اکنون اسماعیل علیه السلام جوانی بزرگ شده بود. به اسماعیل گفت من را الله متعال امری کرده است، آیا من را یاری میکنی؟ اسماعیل علیه السلام گفت بله پدر جان. و ابراهیم علیه السلام با پسرش خانه کعبه را اکنون در بینای کعبه شروع کردند. ابراهیم علیه السلام گفت من باید در اینجا عبادتگاهی بسازم. ملائک جای کعبه را به ابراهیم علیه السلام نشان دادند، یعنی در کجا باید کعبه را بنا کند جا را نشان دادند. و ابراهیم علیه السلام وقتی زمین را کند اساس کعبه را دید، یعنی فوندامنتی کعبه را دید که شیس علیه السلام کعبه را ساخته بود، همون فوندامنت را دید و در بالای همون اساس شروع به بینای کعبه کرد. اسماعیل علیه السلام با پدرش کعبه را بنا می‌کردند و دعا می‌کردند ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزیز الحکیم. پروردگارا ما را فرمانبردار خودت قرار ده و از فرزندانمان امتی فرمانبردار خود پدید آور و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر به درستی که توبه پذیر و مهربانی. پروردگارا در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم را،
تا آیات تو را با آنان بخوانند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و آنان را پاکیزه کند، همانا که تو پیروزمند حکیمی. وقتی کعبه را نصف کردند، یعنی نصف کعبه را بنا کردند، اسماعیل علیه السلام مانده شد و میخواست بنشیند، استراحت کند کمی. ابراهیم علیه السلام گفت ای پسرم، به من سنگ لازم است تا در کنج دیوار کعبه سنگ بمانم و بنا را دوام بدهم. اسماعیل علیه السلام گفت ای پدرجان، بسیار مانده شدم. ابراهیم علیه السلام گفت ما باید کعبه را، بنای کعبه را باید تمام کنیم، برخیز و برای من سنگ مناسبی بیار. اسماعیل علیه السلام به طرف کوه رفت و هر طرف نظر میکرد، جستجو میکرد سنگ مناسبی بیارد، ولی نیافت. برگشت دید که ابراهیم علیه السلام یک سنگ سفید را گذاشته است و از بالاش دیوار را بنا کرده است، همان سنگی که حاجی ها زیارت میکنند. اکنون در تعجب ماند اسماعیل، یک سنگ سفید زیبا در این کوه و پاره ها سنگ سفید یافت نمی شود. سنگ های کوه هایی که در اطراف کعبه هستند سیاه هستند از گرمی آفتاب. پرسید پدرجان، این سنگ را از کجا آوردی؟ ابراهیم علیه السلام گفت سنگ سفید را برایم کسی آورده است که مانده نمی شود، بیفره نمی شود. یعنی جبرائیل علیه السلام را در نظر دارد. همین سنگ سفید را، اکنون سنگ سیاه است، همین را از جنت آورد جبرائیل علیه السلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود سنگ سفید بود، همون سنگی که زیارت میکنن حاجی ها، اکنون سیاه است. اول سفید بود، از جهت گناهان انسان ها زیاد شد، سنگ سیاه شد. دیوارهای کعبه را بلند برداشته بود ابراهیم علیه السلام، قدش دیگر نمی رسید. به پسرش گفت برای من یک سنگ را بیار که در بالاش یعنی در بالای سنگ برایم و دیوار کعبه را بالا بردارم، یعنی بنای کعبه را دوام بدهم. و اسماعیل علیه السلام به پدرش یک سنگ را آورد. ابراهیم علیه السلام در بالای سنگ می برآمد و دیوار کعبه را بنا میکرد تا اینکه پنجه های پای های ابراهیم علیه السلام در همان سنگ یعنی نشانه ماندند. تا حال همان سنگی که ابراهیم علیه السلام در بالاش می برآمد دیوار کعبه را بنا میکرد هست. اکنون او را مقام ابراهیم می نامند، جایی که ابراهیم علیه السلام می ایستاد، کعبه را از دوری نظر میکرد که دیوار کعبه کج نباشد، پست نباشد طرفش، یعنی کار کعبه را، بنای کعبه را از بالای همون سنگ نظارت میکرد. و جای مقدس است که الله متعال فرمودند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، و از مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود بسازید. و همه کارهایی که ابراهیم علیه السلام کرد سنت شدند. الله متعال ابراهیم علیه السلام را امر کرد که مردم را دعوت کند به سوی مکه برای حج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. و در میان مردم به حج ندا بده تا پیاده و سواره به هر مرکب از هر راه دوری به سوی تو بیایند. ابراهیم علیه السلام گفت یا پروردگارا، آواز من را همه نمیشنوند، چطور مردم را صدا کنم؟ الله متعال فرمود تو فقط صدا کن، آواز تو را ما میرسونیم. ابراهیم علیه السلام به کوه عرفات برآمد و از بالای کوه عرفات مردم را با صدای بلند به سوی کعبه دعوت کرد. آواز ابراهیم علیه السلام به همه دنیا رسید، نه همه مردم آواز ابراهیم علیه السلام را شنیدند. وقتی مردم آواز ابراهیم علیه السلام را شنیدند، در دلهای آنها الله متعال محبت خانه خود را یعنی محبت کعبه را گذاشت و از هر طرف به سوی کعبه می آمدند و حج می کردند و حج شروع شد. ابراهیم علیه السلام بعد از این که دید مردم یعنی حج میکنند، طریقه عبادت را برای آنها نشان داد، به فلسطین سفر کرد و نزدیک همسرش
ساره علیه السلام. الله متعال با آنها اسحاق علیه السلام را عطا کرد، یعنی فرزنددار شد اسحاق علیه السلام. در اینجا اسماعیل علیه السلام، در فلسطین اسحاق علیه السلام. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. و به یاد بیاور هنگامی که ابراهیم گفت پروردگارا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده میکنی. الله متعال فرمود مگر ایمان نیاورده ای؟ ابراهیم گفت ایمان دارم ولی میخواهم قلبم آرام بگیرد. الله متعال فرمود پس 4 پرنده را بگیر، آنگاه جسدهای آنها را قطعه کن، یعنی جسدی پرنده ها را چند تقسیم کن و آمیخته کن آنها را و بر هر کوه قسمت آن را بگذار. آنگاه آنها را صدا کن به سوی خود، شتابان به سوی تو می آیند، زنده می شوند، جسدها می چسبند و به سوی تو می آیند. خداوند توانمند حکیم است. عالم ها می گویند یقین 2 قسم می شود. علم یقین نادیده ایمان داشتن، انسان رسول خدا را ندیده است، معجزات را ندیده است ولی ایمان می آورد. و دیگر عین الیقین، با چشم دیدن و ایمان آوردن. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه می گوید اگر در نزدم جنت و دوزخ آشکار شود ایمان من زیاد و کم نمی شود. یعنی من نادیده ایمان دارم، به الله و رسولش نادیده ایمان دارم، ایمانم کامل است. عالم ها میگویند برای همین ابراهیم علیه السلام میخواست که از علم الیقین به عین الیقین بگذرد، یعنی علم الیقین هست، عین الیقین را هم میخواست ببیند. ابراهیم علیه السلام مردم فلسطین را دعوت میکرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.